خب حالا میرسیم به گفتن 5 تا دیگه از عجیبترین و رازآلودترین سنت‌های هندوستان. اگه قسمت اول این مجموعه رو ندیدین حتما از کارتی که رو صفحه میبینید وارد قسمت اول بشین و اونم تماشا کنید، چون اونجا هم با چند رسم عجیب روبرو شدیم که شاید باورش براتون سخت باشه. خب آماده اید؟ بریم سراغ قسمت دوم. تصور کن یه روز از خواب بیدار شی و ببینی مردم به جای فرار از مارها براشون گل و شیرینی میبرن. در هند جشنی به نام ناگ پانچامی وجود داره که در اون مارها و خدایان مرتبط با مارها مورد احترام و پرستش قرار میگیرن. در بسیاری از مناطق مردم تصاویر یا مجسمه های مار رو تعظیم میکنن و براشون گل و شیرینی پیشکش میبرن و در بعضی مناطق هم آیین‌هایی با مارهای زنده انجام میشه. البته اگه ما اونجا بودیم حتما به ماره نگاه میکردیم، میگفتیم قربان من از دور ارادت دارم. در باورهای سنتی مارا میتونن نماد محافظت، باربری و ارتباط با طبیعت باشن. خلاصه اینکه در این روز مار بودن احتمالا یکی از معدود شغلایی که براش مراسم تقدیر و تشکر برگزار میشه. مورد هفتم، راه رفتن روی آتیش. حالا یه سوال ازت دارم، اگه زمین جلو پات پر از زغال گداخته باشه چی کار میکنی؟ احتمالا خیلی محترمانه هممون مسیرمون رو عوض میکنیم، اما در برخی مناطق هند مردم در مراسم مذهبی و آیینی با پای برهنه از روی بستری از زغال‌های داغ عبور میکنند. در مراسمی در تامیل نادو زائران از روی آتش عبور میکنن و این کار بخشی از آیین مذهبیشونه. برای شرکت کنندگان این کار میتونه نمادی از ایمان، نذر و ارادات مذهبی باشه و صحنه واقعا خیلی عجیبه. زغالای سرخ، دود و آتش و آدمایی که یکی یکی از روش رد میشن. نتیجه اخلاقش احتمالا اینه که هندی‌ها واقعا خودشون هم عجیبن، مثل فیلماشون. مورد هشتم، عروسی دختران با سگ. رسیدیم جایی که احتمالاً باید دوباره یه نفس عمیق بکشیم. در برخی جوامع هندی مراسم‌هایی گذاری شده که برای باز کردن بخت و اقبال دخترها اونها رو به صورت نمادین با سگ‌ها ازدواج و پیوند میدن. اما صبر کنید، این ازدواج واقعی قانونی نیست. در برخی باورهای محلی چنین مراسمی برای دور کردن بدیومنی و بدشانسی از اون دختر انجام میشه. پس واقعا قرار نیست داماد محترم فردا با کت شلوار بیاد بگه عروس خانم وقت شامه. پس ماجرا کاملا نمادینه و وابسته به باورهای محلی همون جامعه است. مورد نهم، ریختن شیر روی مجسمه‌های مقدس. حالا تصور کنیم وارد معبدی میشیم و میبینیم دارن روی یه مجسمه مقدس شیر میریزن. این آیین در برخی سنت‌های هندو به نام آبی شکم نام داره و شامل ریختن موادی مثل آب، شیر یا گاهی عسل روی یه نماد یا یک پیکره مقدسه. هدف این کار بسته به سنت و معبد میتونه ابراز احترام، عبادت و تقدیم نذورات باشه. یعنی در این مراسم شیر فقط برای صبحونه نیست. البته این آیین در همه معابد هند به یک شکل انجام نمیشه و جزئیاتشون با هم فرق میکنه. و مورد آخر و مورد دهمی که احتمالاً برای خیلیامون از همه عجیب تر باشه. در شهر دشنوک در راجستان معبد معروف کارنی ماتا قرار داره. اما مهمونای اصلی این معبد چه کسانی هستند؟ موش‌ها. هزاران موش در این معبد آزادانه رفت آمد میکنن و مورد احترام قرار میگیرن. مردم براشون غذا و شیرینی میارن و حتی خوردن غذایی که موش‌ها از اون خوردن در این مکان برای بعضی از زائران نشانه برکت محسوب میشه. حالا قسمت جالب ماجرا چیه؟ اگه بین این همه موش یه موش سفید ببینیم یعنی خوشیومنی تلقی میشه. یعنی به جای اینکه بریم روی صندلی جیغ بزنیم و بگیم وای، باید بگیم وای چه شانسی آوردم. اما صبر کن، یه رسم عجیب دیگه هم هست. اگه کسی به طور اتفاقی باعث مرگ یکی از موشا بشه، طبق سنت این معبد باید برای جبرانش یه موش از جنس طلا تقدیم معبد بکنه. پس دوست گلم، اگه روزی گذرت به این معبد افتاد حتما خیلی مراقب موشا باش، چون اگه اتفاقی براشون بیفته ماجرا میتونه خیلی گرون تموم شه. پس خیلی آروم رو برو. خب دوستان، اگه این 5 سنت عجیب و رازآلود هند براتون جالب بود
حتما برید و قسمت قبلی مجموعه رو هم تو رازونه ببینید، چون اونجا هم 5 رسم عجیب دیگر رو گفتیم که شاید حتی اونا بیشتر غافلگیرتون کنه. و اگه بازم دوست دارین 5 سنت عجیب دیگه از هند رو هم بشنوین، حتما تو نظرات برامون بنویسین، قسمت بعدیش رو هم براتون درست کنیم.